چگونه انگلیس اولین آخوند را با این شکل و لباس کریه به ایران فرستاد. در این ویدئو گذری داریم بر اینکه قشر مفتخور و زالو صفتی که آخوند نام دارد از کجا و از چه زمانی وارد فرهنگ ما شد و مانند زالو به جان مردم عوام افتاد. جالبترین نکته اینجاست که در زمان شاه عباس صفویه انگلیس یک هندی را برای پایه‌ریزی سیستم آخوندی به ایران فرستاد و او کسی نبود جز جد علامه مجلسی کفتار. کمتر کسی را میتوان سراغ داشت که در زندگی روزمره خود کلمه آخوند را به کار نبرد یا نشنود. آخوند کیست و از کجا وارد فرهنگ ما شد؟ یک مثال قدیمی طنز در ایران وجود دارد که میگوید اگر ریش هر آخوند کفتار را بالا بزنی زیر آن نوشته شده ساخت انگلیس. این ضرب المثل طنز ریشه عمیقی در حقیقت دارد. طبق مدارک اولین بار در زمان صفویه سر و کله انگلیسی ها در ایران پیدا شد. نام برادران شرلی برای همه آشناست. برادران شرلی در هنگام عزیمت به ایران مترجم در اختیار داشتند که این نشان دهنده آن است که دولت انگلیس از سالها قبل کشور ایران و مردم ایران و روحیات آنها را می شناخته و با قصد و نیت قبلی پا به کشور ایران گذاشته است. در هنگام عزیمت برادران شرلی به ایران یکی از همراهان آنها به اشتباه توسط دولت شاه عباس جانش گرفته می شود. شاه عباس از شنیدن این خبر ناراحت می شود و به برادران شرلی می گوید ای کاش به جای این نوکر شما جان 6 ایرانی گرفته می شد، ولی هرگز این اتفاق نمی افتاد. برادران شرلی به شاه عباس می گویند زیاد خودتان را ناراحت نکنید، این نوکری که جان باخت ایرانی بوده. شاه عباس از شنیدن این خبر خوشحال می شود و می گوید خب حالا عوض آن نوکر شما هر کدام از نوکرهای مرا خواستید بردارید. چند سال قبل از اعزام برادران شرلی به ایران دولت انگلیس یک هندی را در پوشش یک درویش روانه ایران می کند که نام وی مقصود علی بوده است. حدس زده می شود برادران شرلی بر اساس اطلاعات مقصود علی از جامعه ایران به کشور ایران اعزام شده باشند. درویش مقصود علی به زبان فارسی چنان تسلط داشته که حتی شعر فارسی نیز می سروده است. وی اولین ویروس شومی بود که از طرف دولت انگلیس روانه ایران شد و به طوری که در ادامه خواهید شنید صنعت ملا و آخوندسازی توسط وی در ایران راه انداخته شد. ورود لاشخوری به نام مقصود علی به ایران به سال 990 هجری گزارش شده است.